با نام خدا یادتان سلام دوستان عزیز. من حکیمی هستم از فرانسه و چنانچه می‌دانید من چند روز است که در آلمان قرار دارم، در یکی از شهرهای خوب و زیبا و دیدنی این شهری دورتموند. و من امروز فعلا آمدم در چنانچه می‌دانید از نظرات ها معلوم است در خود استادیوم بروسیا دورتموند آمدم ببینیم و تشریف آوردیم و تماشا کنیم که چه چیزهای خوب و دیدنی داره و استادیوم خیلی استادیوم زیبا و دیدنی هم است و من فعلا قرار دارم در جای نشستگاهی مردمی که فوتبالیستایی که مثلا منتظر فوتبال هستن و جای چی میگن نفرهایی که مثلا در زمین میشینن در اونجا قرار دارم و دوستان شما یک دفعه ما بخیزم ازی یک دفعه شما استادیوم رو ببینید. یک استادیوم زیباست و دیدنی ببینید خیلی گردشگران و سیاحان هم امروز زیاد هستند آمده ایستادن. خب دوستان شکل پوره این نوار حتما در کانال یوتیوبی ما پخش می‌گردد. شما می‌توانید در کانال ما از طریق کانال ما این برنامه را با پورگی تماشا کنید و وقت زیادی شما رو دیگه نمی‌گیرم. شما را به خدای پاک و منان می‌سپارم تا برنامه‌های بعدی. خدا من یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود. دوستانی هم جای نشستی فوتبالیستایی که چی میشینن قدیر ترینر و اون طرف هم جای نشستی فوتبالیستایی که در زمین هم میشینن منتظری بازی هستن. دوستان عزیز جلوی دیگر رو ببینین اون زمین‌ها رو ببینین و بسیار یک پاکتی مساعدتشون دانه و دانه قطار با قطاری استادیوم جای نشسته تازه میکنن همه او چه تازه میکنن که استادیوم برای فوتبال برای چی آماده باشد. این هم استادیوم از طرف پایان. دوستان عزیز یک بار استادیوم مکروب تماشا کنیم و نصیب باشه میریم دیگه طرف های استادیوم. ببینید چقدر استادیوم زیبا است. این شب می شود دیگه چراغا روشن اینجا دیگه مثل 3D می شود. خیلی زیبا هم برای فوتبالیستا هم برای تماشابینان. دوستان عزیز میریم داخل استادیوم. خوب میاد داخل چه چیزا هست. این هم کلیداره که فوتبالیستا با فوتبال و استادیوم میبرن. ببینید چقدر زیباست. بروسیا دورتموند. این هم امبلم و نشانه خود تیم فوتبال. این هم استادیوم. این های بریم دیگه طرف استادیوم. هم جای این هم استادیوم. این هم اتوبوسی کمانده بروسیا. این زیر زمینی خیلی از زمانهای قدیم تا به حال عکس‌ها اینجا منعکس‌اند. خب بریم داخل استادیوم. دوستان ما آمدیم برای جای اتاقی از دیوار و لباس کردن. این خیلی دیوار است. اینجا دوش، اینجا دیگه، اینجا هم فن برای سر، فن موز. این طرف چی است؟ این طرف هم اینجا لباس شدن برای دوستان اینجا دوشان، اینجا باسن برای فوتبالیستا دو طرف.
این طرف هم دوش و مثلا فوتبالستان. چه اینجا گفتیم جای رزدیگاه نه جای فوتبالستان. دوستان اینم وارد شدم به استادیون از دیگر طرف، از طرف مرکزی، در آمدگاه مرکزی. ببینید دوستان کماند دل میبره در استادیون مواظبه خود دل می‌داند. اینم دوستان یکی از تابلوها، آنجا مردم نشستن، کارگرها و توریستا و سیاحان و گردشگران. استادیون از این نگاه، از این طرف او بالا ده گفتی گفا رنگ رو بار کایسان استادیون برای آماده کردن سیزن 2022 و 2023. خب دوستان نگاه میریم دیگه طرف ها. نگاهیم شخصانی که همی تیم تشکیل کردن و این مغازه ما استادیون میبریم و وقتی استادیون میبریم فان کلوب و مغازه باروسیا گفتی گفا که از پیش میبریم. یاد دوستا بینید هم صحنه بیرونی استادیونی باروسیا دورتموند. خیلی استادیون کلان هم هست و ما میریم دیگه طرف مغازه بریم و مغازه چیزا داره، اگر چیزا برای یادآوری بخریم. خب دوستان نگفته نماند اینجا کاسه های این استادیون 8-9 دانه کاسه هست. خب این هم چی مغازه افیسیالی باروسیا دورتموند. خب ما میریم از دیم طبقه شروع میکنیم، از طبقه دیوم. مثلا طبقه دیوم شروع میشود. این خیلی مکه و فوتبالکه ها. خب ما میریم میبینیم فوتبالکه ها چند هستن. خب اولین شورتی که ببینیم شورتی که فوتبالیستا چند است. 39.99 خد 40 یورو دیگه. گتریاشو یا جورابایی که فوتبالیستا 18 یورو 17.99. خب اینجا چیه فوتبالکه ها برای گلپیکرها یا که وارتریستا 85 یورو بوده است. و این طرف هم فوتبالکه های اصلی که تیم فوتبال بازی میکنه 85 یورو 84.99 85ش بگی. خب یا اوریجینالن برادرها و این هم افیسیالن، یعنی تازه هن. این هم 85 یورو. این دیگه فوتبالکه های نو سیزن نو دیگه. این طرف هم جو لباس های دیگه نمود. اینجا جای سپارتیفیکه ها. سپارتیفیکه ها رو بینید دوستان چند است. تنها کاستیومش 80 یورو 80 یورو بوده است. ولی تخفیف شده است یا به حساب چی شده است، ارزان شده است. پیش 55 یورو. و اینجا هم نگاه چیز هم هست فرسانتی. و اینجا بینید نگاه سپارتیفیکه های دیگر هم هست خیلی زیبا. چند نرخش نرخ ای دوستان 75 یورو کاستوم تاقه بالا پوشش. خب اینجا هم هست نگاه چیزا سفید زیبا. ای به حساب چند است؟ ای 60 یورو 59.99. آگه هم نگاه چی؟ دوستان ببینید اینجا در گوشه استادیون ساز کردن برای
توریستا و تماشا بینان ببینید در اصل استادیوم این خیلی وقتی بازی ها سر میشه خیلی پر میشه و این خیلی نمود دارن خیلی زیبا هم هست. خب دوستان عزیز دیگه ما بریم طبقه پایانی. در طبقه بالا فقط لباس ها و همین چیزا بوده است و بریم طبقه پایان. چقدر این را زیبا کن و این طرف هم بریم کن پایان. در پایان چیزا پایان خب در پایان شرف ها و مثلا اکسسوارهای باروسیا دورتموند استکان و چشکه و دیرسته. مثلا این شرف سیاه چند ایرو های معلوم نیست چقدر چون نوشتگی نیست و ما پیداش میکنیم شما و این هم مردم اینجا نوار میگیرن سنگیرن میگیرن. خب بیم دیگه اکسسوار ها دوستان این هم مکت یا عکسی اصلی ساختمانی ورزشگاه باروسیا دورتموند مکتش نیست خب در این طرف هم دیگه ترموس و چاشکه و پیاله و دیگه چیزا تمام اکسسوار ها برای کمانده باروسیا دورتموند. دیگه بریم مثلا این استکان ها 6 یورو آهنی هن جلزی. دیگه استکان های دیگه چندن استکان هیچ معلوم نیست نوشته نیست نرخش. خب اینی چی میگیم پدناس چه 12 یورو. خب بیام دیگه چیزهایی که این برای سگا بده اکسسوار برای سگا بیام در چی سگ بستگی نمایش دیگه دوستان. اینم توپ ها 14 یورو 14 یورو دیگه اینجا 20 یورو هر رما توپ هر 20 یورو 20 یورو 20 یورو با رنگ های مختلف و جنس های مختلف. خب اینجا کلاه های کمانده باروسیا 14 یورو 17 و 50 17 و 48 چه مختلف قیمت های مختلف و جنس های مختلف هستند. ایش 30 یورو کودکان هم سمکه و دیگه چیزها. خب میگم میریم دیگه طرف ببینید دیگه اینجا هم بیرق و شرف های خوردکک 8 یورو و 9 یورو 6 یورو برای ماشین برای چیزا. و اینجا هم چی ها هستن زیر پوشی میگیم چی میگیم تروسک میگیم چی میگیم 20 یورو دونش نه 2 دانش بود است 2 دانش 20 یورو خیلی باکسیور خیلی خوب جنسی تازه پخته 20 یورو 2 دانش یعنی دونه 10 یورو. خب این طرف هم دیگه مکتی همی از کاغذ مکتی استادیوم بازی ها برای کودکان. این طرف هم دیگه اکسسوار ها. خب دوستان دیگه بسیار پرحرفی نمیکنم دیگه در همینجا برنامه ما با آخر رسید. این هم بود کمی معلومات درباره استادیوم و مغازه کمانده باروسیا دورتموند آلمان. با ما باشید و در کانال ما سر بزنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و کانال ما ابونه شوید و زنگوله دمی رو برای همیشگی فعال بسازید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز گردید. دیگه شما رو به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود. دوستان عزیز این هم از دیگه زاویه از دیگه طرف اینجا مکس گفتیم مارک رویس کاپیتان کمانده باروسیا دورتموند
در استادیون بروسیا دورتموند خیلی چی شده است انعنه چند نفر را دیدیم که ستاره های فوتبال این تیم در اینجا نام هاشون نصب شده است. مثلا ببینید در این کوچه مرکزی در درآمدگاه مرکزی این هم یکی از فوتبالیستایی که بود از وقت میریم دیگه طرف و اینجا هم فوتبالیست ها را نامهاشون را ذکر کردن. یکی از جاهای مرکزی نامهاشون گذاشته شده است. خب دوستان ببینید پارک چیه استادیون از بیرون بریم مخیر. دوستان عزیز کمانده بروسیا دورتموند سال 1997 چمپیونز لیگ گرفته است و فینالیست 2013 هم بوده است. دو بار مثلا به فینال آمده است، یک بار غلبه، یک بار باخت است و یورو پوکال کوبک اویفا را گرفته است سال 1966 و دیگه کوبکی چی میگن آلمان را گرفتن سال 1965 1982 2012 و 2017 و 2021 میلادی و قهرمانی آلمان 1 2 3 4 5 6 7 8 مرتبه قهرمانی آلمان شده است و 1 2 3 4 5 6 بار هم سوپرکوبک آلمان را به دست آورده است و اینم کوبک کانتیننتال کوپ اروپیم سال 1997 به دست آورده شده است. این دستاوردهای خود تیم بروسیا دورتموند در طول تاریخ پیدایش خود تا به امروز هایم چون چی گفتیم استادیون بروسیا دورتموند سیگنال ایدونا پارک. خب بریم دیگه باید طرف دوستان عزیز وقتی من استادیون آمده هر چیز جالب دیگر رو دیدم. در اینجا یک انعنه و ترادیسی است که کسانی که عاشق هستند دیگه هستند میان در جای تیمی دوست داشته خود چه یادآوری خود اینجا میمانند. قلفا را ببینید اصلا همش قلفای دیگه که آرزوهای خدا چی کردن آوردن اینجا چی کردن. مثلا ببینید خیلی زیباست. اینجا بیای منام مثلا فلانی گفته یک قلفا میمونی. ببینید قلفایی که در هر دور و زمان تا به امروز چسباندن ساختن مثلا در اینجا نصب کردن. این هم در پیش استادیون بروسیا دورتموند آلمان.